استیاگ پادشاه ماد شبی خواب دید که از دخترش ماندنا چنان آب درخت که پایتخت ماد و سرتاسر آسیا را فرا گرفت. مغان چنین پیشگویی کرد: پادشاه از دختتان پسری زاده خواهد شد که تاج و تخت پدر بزرگ را گرفته و سالار آسیا می شود. منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر. پارسیان که برای نخستین بار کوروش را در میدان نبرد می دیدند از دلاوری و زور بازوی او خیره ماندند. از زبان کوروش چنین می‌خوانیم: بگذارید هر کسی به آیین خویش باشد. گسستن زنجیرها آرزوی من است. رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. این نشان نیکبختی و بزرگی خواهد بود و تو برترین مرد آسیا خواهی شد. از زبان کوروش چنین می‌خوانیم: هم بدان گونه که بر این خاک زنده زاده شدن، روزی نیز تن خسته هم در این خاک ماندگار خواهم کشید. اینجا مزار مهیای من است، سرزمین مادری، آرامگاه واپسین. پس ای امیران آینده، بدانید شهسواران و شهریاران میمیرند، اما شادمانی مردمان هرگز. من برای صلح جهان کوشیدم.